درود بر شما. نور خدا در دلهاتون و فزونی نعمت در زندگیتون. راد هستم. امروز خدمت رسیدم برای معرفی یکی دیگر از محصولات راد الکتریک. ابتدا از مشخصات فنی دستگاه استابیلایزر سروموتوری شروع میکنیم. به این نوع دستگاه ها استابیلایزر سروموتوری گفته میشه، استابیلایزر واریاکی گفته میشه، استابیلایزر واریابلی نیز گفته میشه. اصلا استابیلایزر یعنی چی؟ یعنی تثبیت کننده ولتاژ، یعنی ثابت کردن یه ولتاژ. رو چه ولتاژی؟ اگر که تک فاز روی ولتاژ 220 ولت و اگر سه فاز روی ولتاژ 380 ولت. امروز برندی که میخوام بهتون معرفی بکنم برند گلدستار کره است. میریم که با همدیگه از لحاظ مشخصاتی تست بکنیم و چکش بکنیم. قبل از اینکه من بخوام به این دستگاه برق بدم یه توضیحات خیلی کلی به شما میدم، بعدش میریم واسه تست. از این قسمت شروع میکنیم. اینجا یه دکمه دیلی ما داریم. این دیلی چه عملی واسه ما انجام میده؟ یا میشه روی 5 ثانیه تنظیمش کرد یا که روی 3 دقیقه. این چیه؟ یه تایمی، یه زمانی میبره تا ولتاژ رو تثبیت کنه و بده توی خروجی. 5 ثانیه کجا کاربرد داره؟ 3 دقیقه کجا کاربرد داره؟ 3 دقیقه برای زمانیه که شما یک منطقه‌ای قرار دارید که افت ولتاژتون بیش از حده تا جایی که استابیلایزر واسه حفاظت قطع میکنه، یا افزایش ولتاژتون بیش از حده و استابیلایزرتون برای حفاظت قطعش میکنه و این عمل زیر 3 دقیقه انجام میشه. یعنی هی ولتاژ میره خیلی پایین قطع میشه، بعد 2 مرتبه یه سری بالا وصل میکنه خروجی رو. با خاطر که تو 5 ثانیه این اتفاق نیفته میذاریدش روی 3 دقیقه و به همون ترتیب توی ولتاژ بالا هم به همین صورت. 5 ثانیه در حالت عادیشه. بعد از 5 ثانیه ولتاژ واسه شما تثبیت میکنه. 5 ثانیه کجا کاربرد داره و دلیلش چیه؟ دلیلش اینه: برق شهری میره، بعد دوباره میاد. یک ولتاژ ناگهانی میاد توی خط اداره برق چون قطع و وصل شده. پس 5 ثانیه اول صبر میکنه، ولتاژ رو تثبیتش میکنه، اون اوج ولتاژ رو به مصرف کننده های شما نمیده. حالا شما میخواید یه توان پایین گرفته باشید واسه یک دستگاه یا یه توان بالاتر گرفته باشید واسه چند دستگاه. پس در آن واحد یک دفعه به شما خروجی نمیده. ولتاژ اول تثبیت میکنه، بعدش به شما خروجی میده. دکمه بعدی ما که هستش، این دکمه واسه چیه؟ این واسه اینه که ما بتونیم درصد خطای خروجی رو باش تنظیم کنیم. درصد خطای خروجی چیه؟ اون ولتاژ خروجیه که چقدر بالا پایین باشه تا به شما خروجی بده. این دستگاه چه امکاناتی داره؟ با 1% خطا خروجی میده، با 3% خطا خروجی میده و با 5% خطا خروجی میده. وقتی ما میگیم 1% خطا یعنی 2 ولت تا 3 ولت توی خروجیش خطا داره. 3% 6 تا 7 ولت تو خروجیش خطا داره. 5% 10 تا 11 ولت توی خروجیش خطا داره. به چه کاری میاد این دکمه؟ شما یه بار میگید من تجهیزات پزشکی دارم، من ماینر دارم، من کامپیوتر دارم، من یه دستگاه چاپ بنر دارم و الی آخر. توی آزمایشگاه اینو میخوام نصب کنم، توی اتاق عمل میخوام اینو نصب کنم. یه دونه دستگاه دندون پزشکی دارم. پس من به شما چی میگم؟ میگم حتما درصد خطای خروجیشو بذار روی 1%. یک بار نه. شما میگم من اینو دارم میخرم ببرم بذارم تو ادارم، تو شرکتم. توی اون شرکت کولر هست، یخچال هست، فریزر هست، نمیدونم کامپیوتر هست الی آخر. من میگم بذارش روی 3% خطا. نه که من بگم، اصلا برای اون طراحی شده. شما میگی نه، حالا ما اینو داریم خریداری میکنیم بریم بذاریم تو منزل مسکونیمون. میگم حتما بذارش روی 5% خطا. دلیلش چیه؟ چون هر چقدر دقت رو میبرید بالاتر، درصد خطاشو میارید پایینتر، استهلاک دستگاهتون هم میره بالاتر. چون با دقت عمل خیلی سریعتری و خیلی بالاتری داره عمل میکنه. اینجا یه نمایشگر دارید. توی این نمایشگر چند تا چیزو به شما نشون میده. لود بارتون چقدر دارید به صورت کامل از تمام باری که میتونه به شما خروجی بده استفاده میکنید. از 1/3 1/5 1/2 به چه صورتیه تو لودش نشون میده. اگر که یه بار غیر متعارف وارد بشه، یه جریان خیلی بالایی بخواد بکشه، پس میاد چیکار میکنه واسه شما؟ میزنه آنیجوار. یعنی چی؟ یعنی که شما دارید اون باری که میکشید استاندارد نیست، با توان دستگاه شما همخوانی نداره. تمامی دستگاه ها بر اساس یک مصرف کننده به شما عرضه میشه. اون مصرف کننده خیلی مهمه که چه نوع باری باشه و چقدر توان مصرفیش باشه.
یه قسمت دیگه اینه که ولتاژ ورودی رو به شما نشون میده تو این صفحه دیجیتال. تو قسمت بعدیش آمپری که دارید میکشید ازش یه جریان مصرفیتون رو نشون میده و در بخش بعدیش ولتاژ خروجی رو بهتون نشون میده که چند ولت دارید از این میکشید. و زمانی هم که افت ولتاژتون بیش از حد باشه که این دستگاه بخواد قطع بکنه تو صفحه نمایشش نشون میده و اگرم ولتاژ خیلی زیاد بشه دوباره تو صفحه نمایشش به شما ارورش رو نشون میده که بابت چیه. بعد که یه بیزر داره که شروع میکنه به کار و پیغام میده که ولتاژتون بیش از حد افت کرده. حتی توی توانایی مصرفی بالا هم دوره بیزر داره که به شما فرمان میده. توی قسمت بعدی شما فیوزی دارید به اسم سیتی پاور. سیتی پاور چیکار میکنه؟ هر چیزی تو ورودیشه تو خروجیش میده. یعنی علنا این دستگاه از مدار خارج میشه. به چه دلیل؟ به چه خاطر؟ برای چی باید این کار بکنیم؟ به این خاطر که شما به هیچ وجه نمیتونید یه دستگاه استابلایزر رو تو محیطی نصب بکنید که بعد از خروجی اون یک دونه دستگاه جوش برقی در حال کار کردنه. استابلایزر شما به سرعت از بین میره و استهلاکش خیلی میره بالا و سریع خراب میشه. پس میذارید روی سیتی پاور، ولتاژ ورودیتون رو با خروجیتون یکی میکنید، به شما برق میده و میتونید عمل انجام بدید. دستگاه جوش یک مثاله. هر دستگاهی که به همون اندازه مخربه. میریم سراغ قسمت بعدی. فیوز رگولیشنه. اگه فیوز رگولیشنتون رو بدید بالا، فعالش کنید، آنش کنید، استابلایزر شما روشن میشه و شروع به کار میکنه. این امکاناتی که استابلایزرهای گلدستار کره میتونه در اختیار شما بذاره. حالا چه ولتاژ ورودی این قبول میکنه که بتونه تثبیتش بکنه؟ یه دامنه خیلی خیلی بالا رو قبول میکنه. حسن این دستگاه اینه. دقیقاً هم روش قید میکنه تو اینپوتش. میزنه از 140 ولت الی 260 ولت ورودی میگیره. برق شهری که اصلا 50 هرتز هست. حالا اونم روش قید کرده. پس از 140 ولت ورودی میگیره الی 260 ولت، 220 ولت به شما خروجی میده با درصد خطایی که خودتون تنظیمش کردید. و از اون ور هم که خروجی داره میتونید ازش بگیرید. و اگر حتی یه دستگاه مصرف کننده ای داشته باشید که به ولتاژ 110 ولت نیاز داشته باشه، خروجی ولتاژ 110 ولت هم برای شما گذاشته. و یک جایی هم برای شما گذاشته که ارتتون رو نصب بکنید که حالت القایی توی بدنه دستگاه اگه پیش میاد برطرف بشه. میریم که تستش بکنیم. حالا از چه طریق باید تستش کنیم؟ به وسیله واریاک یا اتو ترانسفورماتور متغیر برند گریندات هند. این چه عملی برای شما انجام میده؟ ولتاژ 220 ولت تو ورودیش قرار میگیره، خروجی از 0 تا 250 ولت به شما خروجی میده. حالا میخوام یه ولتاژ متغیر تو ورودی این بدیم. یه چیزی هم بذارید بهتون توضیح بدم. دقیقاً ما داریم میگیم این واریاکه یا اتو ترانسفورماتور متغیره، دقیقاً این هم همونه. فقط با چه اختلافی؟ من الان میخوام یه ولتاژ متغیر داشته باشم، اینو با دست میچرخونم، ولی این داخلش تو این قسمت این زیر یه سرو موتور داره. به خاطر همین به این میگن استابلایزر سرو موتوری یا بهش میگن استابلایزر واریاکی یا واریابلی یا هر چیزی. چون که دقیقاً این چیزی که دارید شما اینجا میبینید، من با دست دارم تغییر میدم، این بیرون هست با یه اختلاف خیلی کلی. اختلاف هم تو اینه، برق ورودی این دستگاه 220 ولته، ولی برق ورودی این همونطوری که اینجا گفتم تو اینپوتش تعریف شده 140 الی 260 ولته. یعنی یه ولتاژ متغیر تو ورودی این میره تا خروجی رو تثبیت کنه، ولی توی ورودی این یه ولتاژ ثابت میره، ولی یه ولتاژ متغیر تو خروجیش میده. خب از 0 تا 250 ولت. این چه کار میکنه؟ از 140 الی 260 ولت تو ورودیش میره، ولی توی خروجیش به شما 220 ولت میده. از چه طریقی؟ از طریق گشتاور این زغالی یا جاروبک که این زغالی که در این زیر قرار گرفته رو روی این سیمپیچ به حرکت در میاره و چون این یک سیمپیچ پیوسته هستش، یک ولتاژ 220 ولت پیوسته و ثابت به شما میده که در هنگامی که ما داریم تستش میکنیم بی زحمت به نور لامپتون دقت کنید. مانند استابلایزرهای رله‌ای نه ولتاژ به صورت صدم ثانیه قطع و وصل میشه که از یک رله بره یه رله دیگه بره و نه ولتاژ کاهش و افزایش پیدا میکنه که تو نور این مشخص باشه. این مزیت استابلایزرهای سرو موتوریه. البته اینم بهتون بگم به کیفیت ساخت و نوع قطعاتی که توش به کار رفته مربوط میشه، نه هر استابلایزر سرو موتوری.
میریم که اینو تستش بکنیم. میایم اینجا ولتمترمون رو یا مولتی مترمون رو میذاریم رو ولتاژ AC که خروجی اینه و بتونیم اینجا مورد تست قرار بدیم. از یک طرف هم میایم واریاکمون رو روشن میکنیم. میایم دکمه رگولیشن رو میزنیم تا این استابلایزر شروع به کار بکنه. خب حالا در اینجا میریم که تستش بکنیم. ولتاژ رو میبریم بالا. پس باز هم تاکید میکنم به نور لامپ و این ولتاژی که روی صفحه قید میشه دقت کنید. این هم بهتون بگم این دستگاه ها جای کالیبره یا تنظیم داره. یعنی شما میتونید که ولتاژ خروجی اونو روی N220 ولت تنظیمش کنید یا حتی خروجیش رو تنظیم کنید که یه ولتاژ پایین‌تر به شما بده، یا یک زمانی شما میگید نه من میخوام حتی ولتاژ توی خطم بالاتر باشه چون طول مسیرم زیادتر، اگر افتی ولتاژ پیش میاد اونو جبران بکنه. پس این قابل رگولیشن و تنظیمه و قابل کالیبره است به وسیله این بورد. ولتاژ الان افزایشش میدیم. این از طریق سرو موتور فرمان میگیره و اون زغال روی این سیم پیچ واریاک یا واریاب یا اتو ترانسفورماتور متغیر حرکت میکنه. این داره چیکار میکنه؟ دقیقاً ولتاژ شما رو تثبیت میکنه و تو خروجیتون میده. من همینطور در حال کاهش دادن ولتاژ هستم تا زمانی که ولتاژ برسه به 140 ولت و از اون سمت هم میریم که حتی با هم دیگه تستش بکنیم که اگر رسید زیر 140 ولت حتی بخواد قطعش بکنه. اوکی؟ و 2 مرتبه میریم که وصلش بکنیم. پیغام میده که برق دستگاهتون وصل شد. 5 ثانیه زمان میبره و ولتاژ رو تثبیت میخواد بکنه بده تو خروجیتون. هنوز ولتاژ خروجی ما خیلی پایینه پس نمیتونه این عمل رو انجام بده و 2 مرتبه قطع کرد. میبریمش بالا. وصلش کرد. بعد از 5 ثانیه. به نسبت توان خروجی هر استابیلایزر ابعاد واریاک داخلش متفاوت میشه. به علاوه یه قطر سیمی که داخل اون قرار گرفته. الان به عنوان یه نمونه و مثال این توانش 1.5 کیلوولت آمپره که گذاشتیم بر دیدن، این توانش 5 کیلوولت آمپره. ممنون که تا پایان این ویدیو ما رو همراهی کردید. اگر از دیدن این فیلم آموزشی راضی بودید ممنون میشم که لایکش بکنید و تجربیات و نظرات خودتون رو با ما و دیگران به صورت کامنت در میون بذارید و به ما انگیزه بدید. راد الکتریک همگام با تکنولوژی، پیشگام در صنعت. به امید دیدار. خدا نگهدار.